احتمال است که شما کلمه فناتیزم یعنی تعصب را شنیدید. در زمان ما آدمان جاهل معنای تعصب را با اعتقاد آمیخته میکنند. با این طرز مسلمانان را به اعتقادی کرکرانه به پروردگار عیبدار میکنند. پس فرقیت اینها در چیست و کی در حقیقت فناتیک یعنی متعصب است؟ امروز ما کوشش میکنیم تا اینها را در این نوار شرح دهیم. در اصل اعتقاد این چیزی است که آن را نمیتوانید زیر شبهه قرار دهید. برای مثال اگر ما ببینیم و بشنویم که در آشخانه آب چاینک جوشیده ایستاده است، پس این اعتقاد به حساب می رود، چون که جوشیدن آب چاینک را انکار کردن در حالی که نشانه های آشکار آن را میبینید، این ملایم کردگی دیوانگی به حساب می رود. برعکس تعصب این باوری به چیزی را میگویند که اصلا در طبیعت وجود ندارد و به موجود بودنش هیچ یگان دلیل پیدا کردن غیر امکان است. برای مثال اگر کدام شخص دعوای موجود بودن اسپایدرمن و یا دیگر سوپر قهرمان ها را از فیلم های مارول کند، پس شما انگشت خود را به معینه سر گذاشته تاب میدهید، زیرا به موجود بودن آنها هیچ دلیل عیان وجود ندارد، البته غیر از فانتازیا یعنی خیالات مؤلف این فیلم ها. شخصی که به هیچ دلیل به موجود بودن سوپر قهرمان ها باور میکند، آن شخص فناتیک یعنی متعصب به حساب می رود. ریچارد داکینز در یکی از مصاحبه هایش گفته است که باوری داشتن به موجودیت آفریدگار با موجودیت پریها و لپرکان ها برابر است. یعنی شما 100% مطمئن نیستید که خدا وجود ندارد، اما شما اعتماد کافی دارید که این ایده را عملی حساب کنید. همان قدر شما مطمئنید که پریها و لپرکان ها وجود ندارند. چی طوری که در مثال بالا آوردیم، ما علامت های روشن را دیده بین افراد بافته و آن چیزی که انسان بر اساس عقل به آن اعتقاد میکند می توانیم فرق کنیم. مطابق پرینسیپ داکینز با باوری کامل میتوان به رسم نگاه کرده رسم آن را انکار کرد و یا اشعاری را خوانده نویسنده آن را انکار کرد. چی طوری که رسم به رسام نمیتواند پیدا شود، همان طور این دنیا به آن ذاتی که آن را آفریده است و ترتیب آن را مقرر کرده است نمیتوانست پیدا شود. این سیستم دقیق تنظیم کرده شده است و به مانند ساعت مکانیکی که یک فشنگش از دیگرش وابسته است کار میکند. نگریسته به این دنیا و انکار کردن آفریدگار برابر به آن است که چاینک جوشیده ایستاده را دیده ولی جوشیدن آن را انکار کردن است، چون که این عیان است و آن را زیر شبهه قرار دادن غیر امکان است. در اصل فناتیکا یعنی متعصبان اتئیستان می باشند که علم را از بوده اش دیده زیاد نشان می دهند و آن را ایدئال خود قرار می دهند که آن خود به خود کامل نیست. اگر آنها یک مدت به یک نظریه باور کنند، بعد کشفیات های نوی علمی به نظریه دیگر باور خواهند کرد.